بعضی نمایشات گفته بودن در اینجا برگزار می شود در بازار مشترک. خب این نمایشات چگونه نمایشاتی است و به خاطر چی است؟ ساعت تیر زوج سیکیا زبردست سلامت کوردان بخیر ټول ډریوران است ټول ډریوران یو اونجا یک حرکات یک نمایش برگزار میشه. به هر صورت حال ما دیگه در اینجا پول دادیم، از اینجا معلوم میشه. ما هموره به تصویر میکشیم. بیا ما خود مسابقه میزنیم. صحیح است؟ باش که چند است چند میره. وای نه خب نخور نه حساب نیست. روشن کنیم بتم. خب نه روشن پول میبره. خیلی پول تمیتم اون مشکل نیست. روشن کنیم بتم منو. نه نشد. اینجا 60 نفر آمدیم. کلشان پاسپورت داره؟ کلشان پاسپورت داره. اینیم هم رفیق ما از دیگه اینجا کلش تمیز شورا میگردن. خب چیز میزیم خریدی ندادم نه روان است هر کس چیز خوش کنه از میگیره. ببین که چند تصویر از افغانای عزیز ما که در آنجا همین لحظه جمع شدن و زورآزمایی میکنن. این ایش در بازار مشترک 10,000 است. در اونجا در ما شما چند است؟ همین چند است اونجا؟ 10 افغانی است؟ 20 افغانی است. اینجا 10,000. همینا که تخفیف تا افغانای ما که خاص خوب است. 20 افغانی، 50 افغانی، 100 افغانی هم تخفیف میدن. همینا که زیاد تخفیف 2 افغانی براتون تخفیف میشه. مشترک بازار پاسپورتونه در سر امامتا. پاسپورتونه در ملګری چې در راغلی و د ټول سره پاسپورتونه و. بغیر د پاسپورت امکان نه لري چې نه چې چکر ته راغلی و. چکر ته راشي خو زموږ سره موږ خو هر چیرې چې زو پلان باندې زو. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. امیدوار هستم که همه تان جور و صحت و سلامت باشین. بعد از مدت ها ما میریم به طرف ازبکستان بازار مشترک. یک ذره طرفتر بیا که از طرف محترم داری است. اینم ببینیم که تاریخ 4 5 6 اپریل بعضی نمایشات گفته بودن در اینجا برگزار می شود در بازار مشترک. خب این نمایشات چگونه نمایشاتی است و به خاطر چی است؟ آیا تنها برای اطفال هم است یا برای بزرگا هم است؟ تغییرات هم آمده. که چی تغییرات آمده واقعا 2 ماه شده. 2 فوریه ما آمده بودیم نمیدانیم. حالا به خاطر دانستنش امروز آمدیم از مزار شریف تا بریم به بازار مشترک و از آنجا دیدن بکنیم. امیدوار هستم که تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید. چنل ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم از خیر سرتان فشار بده که دیگه دفعه دیگه ترنگازش نفرایه. میریم از این پل دوستی میگذریم، پل دوستی که بین افغانستان و ازبکستان است. اون طرف قصه خیلی زیاد است و با افغانای عزیز ما هم حتما قصه میکنیم. پس با ما باشید. بیننده عزیز ما در بازار مشترک هستیم. پشت سرم یک نمایش در حال برگزار شدن هستند. امیدوار هستم که این موزیکا برای یوتیوب چنل ما مزاحمت نکند. شاید مزاحمت بکند. برسال ما تصویرش میگیریم باز موزیک خود سرش میندازم. بیاین بریم.
بیننده‌های عزیز ما هنوز هم در همین جا هستیم. فقط ترس ما از موزیک است، موزیک بک‌گراند است. امیدوار هستم که در یوتیوب برای ما مزاحمت خلق نکند، اما با آن هم به مجرد که موزیکشان توقف بکند ما حتما میریم با بعضی‌ها که امیال شعبده بازی میگن یا حرکات را انجام میدن که نمیفهم چی میگن. شما از اونا در حال انجام شدن هستن. ما میریم چند تصویر میگیریم. اگر موزیک برای ما مشکل ایجاد کرد ما مجبور هستیم از موزیک خود باز استفاده بکنیم. بریم همکار چند تصویر از اینجا بگیریم. بیا پیش. بیننده‌های عزیز شما اگر میخواین که در اینجا داخل شوین و از اینا باید دیدن بکنین، باید از این کتاب بخرین. دانش هم 40,000 سون است. اونجا هم یک حرکات یک نمایش برگزار میشه. به هر صورت حال ما دیگه در اینجا پول دادیم، از اینجا معلوم میشه. ما هموره به تصویر میکشیم. اما موضوع موزیک از خدا ناخواسته برای ما مشکل ایجاد نکنه. این گوسپند خو اینجا زیاد تر اینجا یک دو دونه هست. پس بیا اینجا صحیح بولده یعنی اسب پونیلر چیست؟ بیا این طرف بیا. اینجا چی است؟ اینجا یه خود گوساله خودی ما و شماست. این چوچای مرغابی است. چوچای مرغابی است که اینجا میره و داخلش چکر میزنه و او هم گوسپند است. دیگه چی است باش تو؟ اونجا خرگوش است. اینجا جوجه است. این جوجهش است و جوجه خودی ما و شماست. اینی خرگوش است. اینی خرگوش. والا واقعا خیلی زیاد تغییرات آورده. اینی خرگوش هایی است که نه خرگوش های افغانستان از اینکه خیلی مقبول است واقعا. این قدر مقبول نیست. به هر صورت حال دیگه ما پیسه دادیم. پیسه دادیم. یک چند تصویرش بگیر از اینجا. باز میریم اون طرف از اون نمایشات هم چند تصویر میگیریم با افغانای عزیز ما که به بازار مشترک آمدن. همراه از اونها چند لحظه صحبت میکنیم. ان شاء الله یک گزارش خیلی متفاوت برای شما میگیریم. بخیر.
بیننده عزیز ما رفتیم اونجا خیلی خسته شدیم واقعا زیاد گشتیم اما هنوز هم همراه کسی مصاحبه نکردیم ببینیم افغانای خود پیدا بکنیم یک چند لحظه هم باشن صحبت میکنیم که بیا که اینجا یک نفر است که اینا از کجا آمدن آقای صاحب سلام علیکم آقای صاحب سلام علیکم ستړی مسی دلته راست څنګه یې جوړې په خیر خیر خیرات ستړی مسی جوړ په خیر صحتمند ستړی مسی شه په خیر نوم دې څه دی حاجي صاحب رمزیو د کوم ځای پېښور پاکستان پېښور پاکستان نه نو دلته څه کوې ازبکستان کې څه کوې چکر لراغلی چکر نه راغلی څه کاروبار کوې ډرایوري کوي ډرایور یې موټروانان ښه څه شی دې راوړي دي په پېښور نه پېښور نه مې هغه راوړي وو کچالو؟ کچالو راوړي وو ښه اوس دې کچالو دې خو ته نه تېر کړي تر اوسه په نوبت ولاړې که څنګه او نوبت کوي څو ورځې بعد نوبت درته رسي 2-3 ورځې بند راځي چېرته وړې دا کچالو دا به دلته بډره پورې راوړو ښه تر دغه ځای تاسو راوړي موږ دغه ځای نه ازبکی ښه بیا تاسو بیرته خالي ځئ که څنګه که یې بل شی مې دې خبروئ دغه مخه بیا مونږ نور نخود و لوبیا و دا جباره بیا راوړې ترانزیت بیا چېرته وړې خپله پېښور ته وړې که پېښور ته. جلال آباد تورخم نه ته پېښور ته وړو ښه څنګه و دا ځای مشترک بازار څنګه دی ساعت تیر ځو حاجي صاحب که یا زبردست سلامت کار ودان بخیر ټول ډریوران است ټول ډرایوران یو همشان دریور هستن آمدن از اونجا بار میبرن تا گمرک از اینجا باز موترهای ازبکستانی ها میگیرن اون طرف میرن اینا باز پس از اینجا بار میکنن میبرن اون طرف چون ایران یک شهرک بندری و تجارتی است که از هر جای موتوران ها بار میکنن میبرن به هر صورت ما داخل همین فروشگاه بزرگ هم میریم ببینیم که یگان چیز زور ما میرسه خریده میتونیم یا نمیتونیم بعضی از هموطنان عزیز ما تلاش میکنن که مصاحبه بکنن ولی باز ما که ببینن یک ذره شرم میکنن خب شرمندوک هستند سلام سلام بیا اینجا چی حال دارین خوب هستین بخیر صحتمند خیر و خیرات نام شما نام از ابوالله الکوزی الکوزی صاحب از کجا هستی خودت ما از ولایت کنر کنر بله صاحب شما مطمئن دریور هستین چی بالا نه دریور نیستم موسط چکر آمدی کار داری نه چکر آمدی همراه چند نفر آمدی همراه تقریبا 50-60 نفر آمدی 50-60 نفر به شکت والا بیرقایت بالا چند نفر در بازار مشترک آمدین اینجا تقریبا 50-60 نفر آمدیم کلشان پاسپورت داره کلشان پاسپورت داره اینیم هم رفیق ما دیگه اینجا کلش تمیز شورا میگردن چیز میزیم خریدی ننوزم روان از هر کس چیز خوش کنم از میگیرن خب باز میبری سوغات خانه یا سوغات میبریم قدر فرق هم نداره خب بازم از خاطر ازی که اینجا آمدیم ما شما دست خالی نریم دست خالی نریم یک چیزی تحفه چند بجه آمده بود اینجا اینجا تقریبا 2:30 بجه از اونجا حرکت کردیم تقریبا 3 بجه چند بجه میبری از اینجا میبریم تقریبا هر وقت یا گفت که بریم میبریم دیگه ها مقصد غذای افغانی ما شما در اینجا پیدا نمیشه پیسی تا سر غذای ازبکی مصرف نکنید خب از ایران که طرف رفتین باز غذا رو نه اونجا ما این چیزا کلش خوردیم خب سه رسید دیگه سلامت باشین بخیر باشین بیا یه میخوام صحبت بکنه بیا خوب هستی بخیر صحتمند خیر و خیرات این یوتیوب چینل است به نام مزار ما کس ان شاء الله در یوتیوب جستجو کو حتما گزارش میبره صحیح است نام خودت نام حمیدالله حمیدالله خودت از کجاست ما خودی پاکستانی هستم پاکستانی هستی بله پاسپورت پاکستانی است یا افغانستانی پاکستانی است از کجای پاکستان هستی از پشاور پشاور بله خودت چند روز میشه که آمدی تقریبا 3 روز میشه که اینجا خودت هم کچالو آوردی او کچالو آوردم خب از این طرف چی میبری همین طرف ان شاء الله ترانزیت خب کچالوی پاکستان است پاکستانی است خب حالا چکر آمدی اینجا همین آمدم چکر دفعه اول است که می اول دفعه است که اینجا آمدم خب ازبکارم دیدی اوزاک سلامت بخیر باش بریم بیننده عزیز نمایشات هنوز هم در اونجا جریان دارد در شام دیگه اینجا خوب فضا میته برقام روشن شد و اینجا وطنان عزیز ما و بعضی ازبکستانی هم جمع شدن فکر میکنم قدرت بازیشون روشن میته بسیار قیمت اسمشم چند هستم اینجا
نه ارزان بود من خیلی 50,000 است. آه بیا ما خود مسابقه میزنیم. صحیح است؟ باش که چند است چند میره 10,000 بیا تو بزن تو بیا پیش بیا بگی پیسه بده ما وزیر نامتون چی است؟ امیر خان از کجا هستی؟ از قندوز. از قندوز آمدی؟ همراه کی آمدی؟ خواه ما و امیر خان قندوزی مسابقه میزنیم. نه سلامت باشین. خانه باد یکی روشن کو بگو. خب این چند است؟ اینی چند است؟ 1 لک مایده داری؟ ها؟ بگی بزن 1 تا میزنم 1 تا یک مش از کجا دیم؟ ببینیم بیننده از ما هم کمی زور داریم یا نداریم اولین بار است؟ اینجا دیم یه رقمی یه رقمی دیم ما مایک خطا کنیم که مایک خطا نشه از پیشه نه ما چپ هستم نه وای نه خوب نخور نه حساب نیست روشن کنیم بتم خب نه روشن پول میبره خیلی پول تمیتم اون مشکل نیست روشن کنیم بتم من نه نشد نه حساب نیست خوب نخور نه این خوب نخور باید اینجا میخور پس کو که والا اوگارت نکنم یه رقم دیم مشکل نیست باش که چند میشه اینیش چند شد 2900 برو ده 2900 Albatta tomoshalar ma'qul keldimi? Borlaringizga shukr. Albatta bosgan qadamlaringizga muvaffaq bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Endi tomoshani mana shu joyda yakun qilamiz. Xudo xolasa, kelajagimiz ko'rganda ko'rishni jo't qo'ying. Omon bo'linglar. E'tibor uchun. بردی؟ ها؟ Amalaringizdan از ما چند بود؟ omon bo'linglar. 2800 بوده؟ 2900 اینه دیگه باختیه سلامت بخیر باشید میام اینجا بیا که آیسکریم بگیریم بیا که آیسکریم چند است؟ آیسکریم چند است؟ سلام 10,000 اگر 40 داریم خوب هستین بخیر سید آخر قسم اگر چند است؟ 10,000 10,000 5000ش نیست؟ نه سک 5,000 خلاص شد اگر خلاص شد این چند است؟ ها؟ بگی این چند است؟ بو 50,000 چند است؟ 50,000 نه ربیته این چند است؟ اون 10,000 10,000 میخوری خودت هم؟ نمیخوری؟ یک بگی خواه؟ یک بگی خلاص اگر اکا یک گفتم بگیر ببینیم که یک هست یا نیست یک چک کنی چی میگی خاله نمیفهمیم این 10,000 است 10,000 این ایش در بازار مشترک 10,000 است در اونجا در ما شما چند است؟ می چند است اونجا؟ 10 افغانی است 20 افغانی است اینجا 10,000 60 افغانی میشه بر صورت این را که نوشجان میکنم که آره خراب نشه باز با شما صحبت میکنیم بیننده‌های عزیز نمایشاتی که در آنجا برگزار میشد دیگه حالا با پایان رسید فکر میکنم ما خلاص شد در اینجا هموطنان عزیز ما جمع شدن اما زور آزمایی میکنن قدرت بازیشان را نشان میدهند ما خب دفعه اول نفهمیدیم اشتباه زدیم باکس ولی دفعه دوم که خب به هدف خورد خوب شد و قندوزی را
گفته مردم شکست دادیم، شوخی میکنیم، هموطن ماست، دوستش داریم. به هر صورت بابک هموطنان عزیز ما که در همینجا زندگی میکند یا در ترمز زندگی میکنن آمدن اینجا هم اگر سر خوردیم مصاحبه میکنیم. به اینکه چند تصویر از افغانای عزیز ما که در آنجا همین لحظه جمع شدن و زورآزمایی میکنن، تصویری از اونها را ما همراه شما شریک میسازیم. باز اگر شام بشه بخیر پس حرکت میکنیم طرف مزار شریف. مبارک. از خودت هم مبارک. شب روز بخیر میگذره. چطور آمدی؟ چکر چی قسم؟ والا چکر خو اومدیم. ما در داخل دکانم دارم، یک تماشا برآمدم به خاطر این کنسرت اجرا شده بود اونجا. اجرا شده. فکر میکنیم روز آخرش بود. روز آخرش بود، ولی 3 روز بود کنسرتش. شما باز اینجا میشینین یا پس میرین مزار شریف؟ نه، بندر ایرتان میریم. بود با شما اوج است، با سر سو پس میریم. دوباره داخل دکان داریم. دکان چی است؟ دکان خوراک فروشی. خوراک فروشی؟ چطور از کاروبار؟ والا ناشکری نشه، شکر میکشیم. دایید چطور بود؟ دایید خوب بیره بار بود میگه سر این کلچای ازبکستانی. بله. دایید خوب بود، کم داره. مشکلات از طرف سرد خود ما بود که امیدوار هستم که حل شود بخیر. ان شاء الله ما هم دوم امید هستیم. ما هم امیدوار هستیم که پیشتر هم چند تا از اعضای ما اشاره کردن. ما از حکومت خود تقاضا میکنیم آنچه که به نفع هموطنان عزیز ما است باید اونا را جدا مد نظر بگیرن. از همینجا کسی که میه به خاطر فایده میه، بعضیا شاید به خاطر خوشگذاری نبیه، ولی بعضیا زحمت میکشن که یک دو افغانی از همینجا فایده بگیرن. بله همون رقم است بدر. ولی چند بجه حرکت میکنی او طرف بخیر؟ نصیب باشه ساعت 6 نیم میریم. موفق باشین. سلام باشین، با عزت باشین. خانه آباد بخیر باشین. اینجا همین لحظه هم سعی کنین افغانای عزیز ما جمع شدن دیگه زورآزمایی میکنه. یک مسلمان دفعه اول مسلمان باره که زد خوب نخورد گریخت رفت اون طرف. فکر میکنم حالا پس آمد هنوزم اونجا اونجا هست همین لحظه ایستاده هستن. ببینیم که او تصویر بگیرم کارم که باش که نه نشد نتانستن. خب دفعه اول است دیگه مثل ما باره نتانستن. بیننده عزیز ما در دکان یکی از ازبکستانی هستیم. یک شامپو میگیریم. ما نمیفهم که چه همینا که تخفیف تا افغانای ما که خاص خوب است. 20 افغانی، 50 افغانی، 100 افغانی هم تخفیف میدن. همینا که زیاد تخفیف 2 افغانی براتون تخفیف میدن. باش که قیمت این را پرسان میکنم که قیمت چند است. سلام علیکم. قداخسس. یخشمس. جانیز جانما. Fatiniz nimadir? Jahon. Ha, do'kon Xayraton Frizona. Ha, Jahon. O'z brend, ha. Qayerga o'ltirasiz? Samarqandga yo nimaga? Termizda. Asli Termiz bizlar. Termizdasizmi? Bu qancha? Bu 35 ming. 35 ming. Agarda sizni obunachilaringizdan kelsa, sizni ismingizni aytib kelsa, 30 mingdan beramiz. نام ما را میگه گرفته بین. اگر از چینل ما اینمی گزارش شما دیدین اینمی 35,000 است، به شما 30,000 سون میفروشه و این شامپوی است که نیاز دیگه به رنگ نداره. Faqat ayting, faqat siz obunachilaringizga. فقط نام ما را گرفته بین. Nomingizni aytish kerak. Ha, subscribe qilsa. آنمی کسایی که شما از طریق ما مثلا اینمی گزارش را میبینین، این شامپوی است که مویا را هم میشویه و هم رنگ میکنه. اگه bizlarga bersangiz qancha berasiz? Sizga bersammi? Kamera misli? Kamerani qaytarib arzonroq qilib beramiz sizlarga. menga bir tabakor. qilamiz. Arzon hisoblaysizmi? Siz oling, siz taxfif qilib beramiz. menga خودم تخفیف میتونم اما میگه در پشت سر کامera هر چی غیره که گفت باز ما بیرون میبریم برای شما میگم که نمیخواد برای ما حساب کرد. باشین ماما.
بیننده عزیز اینجا هم یک دو هم وطندار ما مداری است باش که چی خریده بیاین اینجا بیاین که یک پرسان بکنیم که چی خریده اینا. سلام علیکم. ستړي مسی جوړ په خیر صحتمند ستړي مسی جوړ په خیر صحتمند خیر خیرت سلامت خیر اوسې نوم دی امید الله حمید حمید صاحب د کوم ځای یاست زه خو د کونړ یم قربان کونړ د قربان واره کونړیان ته سپیشل سلام ستا نوم څه دی اکرام الله ته د کوم ځای کونړ یم کونړ یې موږ سره ورونه یو او بېشک بېشک دلته څه کوئ دلته خو لومړی خو زموږ خو مکمل بنډاري او زموږ چې راځو یو هفته یوه نیم هفته الا دوه هفتې پورې چې دی موږ بنډار کوو دا نه دلته په چکر راغلی که دلته کاروبار هم دی بنډار په خاطر هم دا بنډار یعنې معنی چکر ده موږ چې راشو څو یو ولایت نه بلکې څلور پنځه الا لسو پورې ولایتو ته چکر وهو بیا راځو اوس نمبر د مزار شریف و مزار شریف کې به زموږ سبا ورځ مې بل سبا به مې نن ورځ یو پلان د ازبکستان تاسو به خبر واست خامخا دلته چې که پاسپورت یو ځل راغلی و ښه په تیر کال راغلی و مشترک بازار باندو بیا خو دا مقیر وخت نه پیدا کیږي او نر وخت مصروفیات هم زیات دي دې ځل موږ وتوانېدلو چې مشترک بازار پاسپورتونه در سره ممتاز پاسپورتونه و دا تیر ځل ملګري چې در راغلي د ټولو سره پاسپورتونه وه بغیر د پاسپورت امکان نه لري نه نه د چې چکر ته راغلي وه چکر ته راشي خو زموږ سره موږ خو هر چیرې چې ځو پلان باندې ځو موږ سره پلان کې دا ساحه موجوده وه چې موږ باید دلته ځو پاسپورت باید وي او هغه هم چې تاریخ موجود وي پکې یعنې ایکسپایر نه اوسي نیکسټ پلان یعنی بغیر له مزار شریف نه بیا کوم ولایت ته ځي لخره کې برته کونړ ته ځي څنګه هغه به اګست کې پلان کیږي د خیره ګرمي به ختمیږي او هغه به ان شاء الله نورستان ته وي ای ماشاءالله اوس کونړ ته درس څنګه موږ میلمانه کوي که کونړ ته بیخي نغ زموږ موټرې تیار دي سبا زموږ سفر دی بغلان ته پر سمنگان ته بیا ځو بغلان ته بیا تاسو کولی شئ موږ سره یوجا لاړ شئ تشکر از مهمانوازی مردم زیبای کنر میگه می لازم اگر همراه ما حرکت بکنید در موتر جایی هستن چه سیداخی دارت سودا خو ډیره زیاته مخصه د کور کوچنیانو دپاره هلته دې مخیستې ده و د کور ماشومانو زنانو نارینهو ټولو دپاره هر سوغات یې اخیستی سوغات اخیستل شوي یعنې دا د بازار مشترکه یعنې بازار مشترکه سوغات دي یعنې که نور هېڅ هم نه دغه پې ویلی سو چې دا مې د ازبکستان نه درته راوړي دي سلامت کور ودان سلامت کور ودان جوړ اوسئ په عزت اوسئ خیر اوسئ کور ودان بیننده عزیز از حوصله‌مندی همه تون یک تشکری ویژه میکنیم که تا آخرین دقایق برنامه با ما بودید. شام شد، از شام هم بیخی گذشت، هوا خیلی تاریک شد، ما هم یک رقم خسته شدیم که اگر راستش بگیم 1500 افغانی رو آورده بودیم. 1500 افغانی در بازار هیچ چیز نمیشه. خب شد حداقل یک دانه شامپو خریدیم. به هر صورت بازم از همه تان یک تشکری ویژه میکنیم. تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خداوند میسپاریم و امیدوار هستیم که از گزارش امروز ما لذت برده باشید، چون ما هم در روز آخر اینمی نمایشات آمده بودیم، خبر بودیم، آمدیم اینجا نمایشات هم در تصویر گرفتیم. امیدوار هستیم که نمایشات هم بر شما خسته کن تمام نشده باشد. تا برنامه بعدی، بدرود.